خب اصلا داملا سوال من یک موافق سنت توی کردنیم، لیکن از من کلام ها به این ناراضی، اگر من به این اطاعت کنم گناهگار میشم. البته توی ها را توی خوب کنید عزیزان من. توی سنتی گفته ای چیز انم خیلی امر معرف میشود. سنتی خدا خواهد انشاءالله خیلی امر معرف نکیاش نمونه که عرق را نتی، عرق را نتی. در اینجا رقص بازی نکه بچه و دختره آرده عرنش لعنتی خدا میباره. خیلی آزاد که ناشم جدال ناراضی باشه خیلی آشنون نتی و دروازه پوش خاموش شد. من چند جا نشده است پیش ما است امر معرف میکنم میگه در توی عروسی و یا زیت ما همین متد بزنیم میشه هم بیار عروس در آرگی در پوش کو کی زنی منه همه جواب تمام. اگر جدا نخواهند لیکن عزیزان من کسی که عرق میتی اگر باور میکنین 100 میلیون اگر در اینجا رسخات کرد یک دونه را کاورده شفتیش تمام خاطر جمع حوالا نشو. السلام علیکم دونازی، من یک بچه نمازخوان هستم و خودم کلان ها را دعوت کنم از روی آداب است. با نماز دعوت کنم هیچ گناه نیست. امر معروف برادر فرض است. امر معروف نهی منکر اسلام ده 40 تا فرض است. ای برادر از مسائل 40 فریضه یاد دار تا بهشتی عدن یابی اندر آن روز شمار. 7 ایمان، 5 اسلام، 2 6 اندر نماز، 3 به غسل و در وضوی و در تیمم، 4 2 دیگر امر معروف نهی منکر است. یعنی امر معروف آدم را برای خوب سفر کردن این فرض است. از راه بدگردوندنش هم فرض است برادرم. همین جورت گیم که هم عرق خود است گو برادر عرق نخیر این فایده نیست. مثالش بیاره و اکثرش نمیدونن. همین مثالا بیارش که چی فایده داره. من بینگم عرق کدومش آدم شده. تو بجای خدا خواهد زندگی تا نست کردن کلون بچه کچا تا خورون انشاءالله خدا خداه. محمد هم 1 کیلو گوش میگیری یک هفته یا نمی باور که 1 کیلو گوش میگیره با میگن نمکش کردم اون زنک نخیری با خودت میمیری میخیری با کدا یک جورت میاری کوچنگی خدا خواهد بیچاره در خونه با 6 تا کودک اون پیش دک بوده میارش دیدی نه حتی یک تاورده 1 کیلو گوش هم بوش کشه شید خدا خواهد بچه ها نخیری میگه در کوچه ناباد یک جورت نه 5 کیلو گوش نمیندازی یا نمی در بازار خدا خواهد 500,000 در اویلت سرد کن. این بچه اکوا خور نک خدا خواهد بهترین لباس پوشونش زن تا بهترین لباس پوشون بهترین آشو گوشت زن تا عطا پات نتی خدا خواهد. من مرد دیسا میکنم ولی مرد نیست که در خونه چی نه چه خونه گونه کردی در خونه مرد مست کردی در کوچه عیب نیستی نتونی نگی زن نگرفتن واجب نیست. کسی که نفقش دادن نمیتونه مسئله فقهی امام اعظم مذهب شدن کسی که پایستن نمیتونی بدن نگی آخه هم خور نگو خودم خور بیچاره کودکا پاچگیری سری در زمستونا اویلت تیش که من مرد دیستان میکنم انشاءالله. السلام داملای شیرین سخن درباره حجاب زنها کمتر سخن میکردید. حجاب عزیزان من فرض است. این امر خدا است. کسی که حجاب این کار میکند کافر میشود. کسی که حجاب اگر این دروغ است این مالی فلانچی است حجاب خداوند در 2 سوره حجرات نه الله سوره نور ده انشاءالله خدا خواهد میتونی مراجعت کن. الله سبحانه و تعالی وعده فرمان کرده که استعذ بالله کل ازواجک و بناتک المؤمنین لا یبدین زینتهن. خدا میگه ای محمد بگو اول زن تا گو بعد دخترات گو بعد تمام دخترای مسلمان گو وقتی که کوچه میبرن در تاری سرچو چی رومال پرتاید. روش عورت نیست عزیزان من. کفی دست عورت نیست کفی پا عورت نیست. رومال بند خدا خواهد انشاءالله نکی موی سر شو گردن ها شو بندای دست شو بندای پا شو عورت است. دیدنی مرد بیگانه حرام است عزیزان من با عکس مثال که میارم من خانه ما شما در مهمان بیا اگر خدمت کنیم برادرم هم مهمان هم بودیم زن پیشوی ندراید و جورت از خومه و جورت هم بیگانه است و برای تو همین خدا خودت خدمت کن. حضرت عمر وقتی که مهمان اومده راست بستاده گفتن که حضرت شما نمیشینی و میفته از فرشته راست داده ما شینیم ای بای خودت بیار نون انداز خودت بیار دست آخوند انداز چون که زنی بیچاره تمام وجودش میته و جورت درو گیجاشن دیگه میکنه گردناش دیگه میکنه بدبختم زمین دیگه نمیسته با زنش میگه خشکو بودی بدن دیدش نکی کار خدا خواهد خودت بیار دست خونه که مونش خدا خواهد وقت حمایش که اگر است حجاب فرض است عزیزان من.
کوچه میبرم حجابکش که بمالال بوده کوچه برمدن زن گناه نیست. کی گفت گناه های؟ حتی زنی که در مسائل فقهی امام اعظم رحمت الله میگه کدام زنی که میگه اگر شوهرش میمیرد یگان جا 25 میکرگی نیستک وای بازار بودش ندرسته به حجاب اسلامی. حجاب که مرحمت نتونه بازار بود سودا کنه میتونه اخلاق یگان کارخونه که موافق خودش کار باشه گناه نیست حتی اگر نفقت نتونسته نه. برای حجاب فرض است. حجاب البته کنین ان شاء الله. کسی که اینا مذاق میکنه کافر میشه. زن طلاق میشه نه برای این که بازی نیست. اگر زن تا گویی که حجاب کو که با من دکنه نکاح بریده میشه از دیگه نکاح میکنی بازی نیست. این فرمان خداه فرمان میشه امروز فرمان جناب عالی دیگه کنی میتونی من نشه نکفته سایت سن نمیکنی کو کنار نکفته نمیکنی کو عروج خونه نمیدونی که تاثیر قوا این خدا نه 15 سال پیش گفتاد که عرق نکه زنا نکه دزدی نکه قمار نکه نشه نکه. این نشه حرام است. سیگارت حرام است. و اکثری جوانان با سیگارت کشیده از دخان و حرامون این حرام است. اون ولی نخلاقت شش خور ذات نخلاقت یک پشکش 15,000 ساکو 3 پشکش 9 کیلو گوش بدید یا نمی 1 کیلو گوش 10 کیلو گوش خونت نخلاقت پرتو زنت کتی مزدک پیشنا موسفدا موجی بودن ندانن داری شورای دا صندوقایش یک تا کلیش کتی وقت برف آزی نیست برف آنها میخوام ببرید به یک پای کلیش میگشن چوا هر سر دنبا میخودن هر سر یا خونش خیلی خونه کنم در کنم بچه چخرم خیس چخرم از کدوم خونه ده 15 تا خیسیه ما خیس پرستیم الله پرست تو با که ما گجوانت دسته ما کیناگه نکن تو مسلمانی خدا خواهد مسلمان چه این دار زندگی کن مسلمان چه رفتار بعد نون نیست کنن این روسا بینن خلقتشه بینن روسا بینن یک تا کودکا میخرد 10 سال نپوشد با خودت کرده میاد 10 سال دیگه میپوشید نگه اگه مسلمان دیده کوپاش براده فروخته فقط گوردم تنور خیلی تنور علاو کدرگیرون مولی او بیت کمردگی از آدم میشه میلیون یک دختر 100 میلیون خرده شده آدم میشه بعد پیامبر اسلام ده ابوبکر دخترش پدرکه کنه خودت بپوش گو که بله خاله جان گو چی نکن گو در کار نیست فقط باید که خدا خدم تته من خودم مرده که موجی کن در سال توقع من خودم کلم میگیرم انه من موجی میگم بو بعضشان بو هم میکنه که یکی چیز زیوتا میکنه کمبغل به چیونه میکنه که کمبغل چیز میکنه باید بکنه با ساعت تحنت بکنه حجاب فرض عزیزانی من خواهرای عزیز حجاب کنید. سلام علیکم دور محترم من ترک صلات فقط کفر این حدیث شهری حدیثی صحیح هست انشاءالله خدا خواهد من ترک صلات فقط کفر کسی که نماز ترک میکنه وی کافر است حدیث صحیح است من ترک صلات متعمدا بقیه فی النار الحقبه 80 سنه حدیث صحیح کسی که میگه یک نماز قصدن ترک میکنه میدونه نماز خونه پیشین اومد نخوند وقتش یگان عذرش نیست یگان چیز نیست یا عصر نخون شام نخون 80 سال در دوزخ میسوزه یا نبرا نماز خون شیخ داخت 5 وقت خون بعد شما نماز خونه بدیه وای نماز بامدادلی فقط بامداد میخونه تمام بعد از با جمعه بایم فقط جمعه میره رکلامه گویا که من بدونم من نماز خونم روچیه با همون نماز 5 وقت فرضه تو خدا فیلت نکه خدا خواهد خدا هم تا فیلت بود میکنه که یک عمر بگیری نماز خانی خدا خواهد انشاءالله پر ایقاد سر کلمی تا جان دادنه این نماز مسئله بسیار مهمه من یک تا زنها حجابش عذرش میگم تو من از زنها بعضی ها کلیم میارده خونش بعد میفته که نماز خون باشه نخونه که تا یک بچه داشته دیگه شما زده میشه اگر این شما زده شدن اگر حکم میبود خدا ته شفتنش فرض نمیکرد فرض نمیکرد ته شفتنش فرضه اگر نجاست باشه فرض مثل نمازه من از زنها میگه یک زن میگه نماز خونه است حامله داره میگه نماز پیشین شد که میگه وقتی رود سر شد تولدش بچه میگه نیمش برمده اینا باید صوفیان در عقیده شو میگن کتاب عقیده نه نیمی بچه گرم که از مابین گرم که سرش برمده نیمش در درن حال ایستاده سوال داده که آیا همه زن نماز نخونه می بخونه گفته که زن گفته یک چقریچه کوبین حفیره کوبش در بالا همون چقریچه بشینه دومانش پارتایا نماز سر کده اگر مبادا تولد شو اگر یعنی چی آسیب نیام کودک بینید
مهم بودن نماز بین. کی که کودک ای برمد در زمین که فرمد با 40 روز او زنده خدا خود اتس کنه شد. لیکن مردکان اتس کنه سیاد نبرد. بعضی بعد مردکان نماز خونه نماز نخوگه میگه عذر دارم. نمازم دیدم. خود زن مردک عذر نمیکنه. مردک همیشه خدا خود توضیح میگردن. اگر خدا خود نمیکو ای جمعه امید داشتشی پنجشنبه تورات کن. اگر نماز امید داشته کو به تورات نمیگردیم. الحمدلله تورات داشتیم در آن خدا خود عروج ما رو سوز کم میگیریم پلیمیوت ما. هم پلیمیوت تورات ای. سوز کم میگیریم نماز پیش ما تا میخونیم با نام میکنیم با تورات گردی من مات علی الوضوء مات شهیدن. کسی که با تورات مراقب شهید میشه. تورات باش دایی. دائم نماز آخونه بچه از ذکر در آخر گفتگی اساس که پیغمبری بزرگوارم روزی مردنشو نماز پیشین ده برمدن بالای منبر یک بلا کرده برمدن یکم نصیحت گفتن که نماز در وقتش ادا کنی زیر دستاتون اوشیاش دخترکا و زنات خور نکرد بعد نامردا برفته خدا که 10 ساله گم بیچاره گشنه و زور بیچاره نون نداره بیچاره پاچیلش لیچ این شرمندگیه تو موجیک نیستی تو من تا مردک ساز نمیکنم مردک کسی است که اویلش تیم باشه آتش تیم باشه آپاش خدمت چکنه من مردک نگم باور میکنید پیشی ما چندم یک تا پیامبر اسلام حدیث رو بگم رسول الله شتگی بودن یک جوان اومد کم بغلک بیچاره گفت یا رسول الله ما هیچی نداریم چند بار شکایت اومدم پیش شما نکی زنم نموندم که نکو رزق خدا میتیه همون زن گفت بشارت و جنتی ای زنک اینو من گوش گفت و جنتی او بیچه زن حکیمیت رفته سه اوی که خدا حکیمیت رفته سه محله رفته با جنگ و جنجال این شانی شما نیستی این شانی هم مرد نوباوی که بیچاره مجبور شده گفت دو سه خلنده داره چیکار کنه بای مجبور شده شکایت کنه لیکن نمیره ایجا لیکن نون نداره دیگه نداره او چی خیلی مردی ای بای کن خدا خدا آیلت تیز که خدا خدا نمیگم راسی نره اسلام طرفی بایشه شمای لیکن جد نیبای نشه بایشه خدا خد حقیقا بغلاته زکات تا خدا خد ملیاردر بشه زکات تا نتی با بالا میزند این بایم چیزی خودش عبادت دارد 85 گرم دیلان پولی افتا آمده می یک مک کم بغلات خدا خد 600,000 میشه و ایچی پول دونم فایز شمیتی خلاص نکی تا سال یا خدا او خدا خود 30 میلیون تا 60 میلیون کلم میتیه کفیلش هم میگیره علاو نمیسوزه خدا خود دوز نمیدوزش نکی نتیچی نمیتونم من بایم خلاصه نمیتیم بعد مدعی میگره که بودش بعد ندادی حقیب کم بغلان بلا زکات که ندادی خدا میگیرش باشه خدا خودش زندگی خوب کن بلد از دانی من نماز خونه طاعت کنه عبادت کنه از الله ترس خدا خود الله طرفداری فقط خوبی است طرفداری نیکی است طرفداری انشاءالله خدا خود خوبی است کار کنی کار نکنی نمیشه آره نشو کسی کار نمیکنی خداوند دشمن بداره ان الله یبغض الشعب الفارغه کدام جوانی که کار نمیکنه کار دست میاد گردن برداری گدا میشه کوچه باکشه پول میتلا و دشمن خداه تا خدا عقل داد ادراک داد خدا خود کار تا خونه پوستن برای گردن مردکان بکرگیه گوجای نمیگردی سلام علیکم دوم عزیز سوال الله با معصیت شده ایستادگی خون جانده اشتراک کردن ممکنی خب مثل عرق مسکه خب دعوت سنت است از دانی من گوجایی که دعوت میشه رفتن نه که گناه باشد سنت نیست اگر در اونجا عرق باشه در اونجا گناه باشه بای باشه رفتن سنت نیست سنت هم وقتی که گناه نباشه خدا خواهد انشاءالله البته اشتراک کنه باید اوای دیا گناه باشه در اونجا ممکن نیست خب سوال چیکار آدم منافق حساب میشه درباره منافقا کمتر منافقا گفتم منافق علامت سه است برادرها یکم گپ زنه دروغ گپ میزنه دروغ چی نشه پیامبر زمانی که الکذاب لا امتی دروغگو امت اگر نماز خونی نماز قبول نیست کسی که دروغ چی هست نماز قبول چون که پیامبر که الکذاب لا امتی دروغگوی امتی من نیست علامت منافق با میگم سه تای گپ زنه دروغ میگه وعده کنه خلاف میکنه و شما نمان ایرسی یک آدم گفت که یک پچکه 5,000 داد دوری گفته همه خونم بوده تی اگر همین جوارده 1000 سومش کنی منافقی چون که او چیز امانت نزد شما امانت نمیگه خیانت میکنه یا گم که همسایه گم که تاورش آوردی همسایه بیلش آوردی شکستیش تو منافقی خیانت کردی خدا خواهد انشاءالله
وقتی که میگه جنجال کنه حقارت نکنه، فقط تا بول اپات فلان خواد فلان، این علامت منافق است. از این دو ترسین عزیزان من. ببینید اسلام ما کو فقط طرف نیکی است، طرف خوبی است، طرف راحت کردن است. خلاص عزیزان من. در اینجا صحبت با پایان میرسونیم ان شاء الله. خب درباره ریش کمتر سخن کنید. ریش موندن عزیزان من سنته. پیامبر سلام در حدیث صحیح میگن شما خلاف یهود و نصارا کنه، یعنی یهودا خدا خواهد ان شاء الله مویلا میمونن، ما ریش میمونیم. مویلا موندن بدعته یا نه برادر؟ مویلا و حدش در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه همین خلق نمیگه در دستش نیاید. نیک یک تجاده که ریش موند یک اخلاق تا خوب کنه. از ریش مونده اخلاق یک کدام روز در سنت یا ریش درنده سیگارت کشیده امور با اموری شد. این ریشه برای ما در دست اخلاق کروتوی نیست. و کراسیان نمی‌بینی کروتوی ریش مونده اخلاق آدم ها دست نگیره. نه این سنت محمد است. این چهره مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم نه که موافق ریش 100% که خصلت خوب که خدا خواهد. همین کوچه‌ها نگرد که آدم ها حواس کنن به منم ریش مونم نگن که ریش دارم این بودش که با اموریشش. چون که دیده زده ریشمونده اخلاقات زنش زده زده ریشمونده آتش حرمت نداره. بعد ریشتورا با میگه یا تا پیچی نیست روز سیاما آتا پایکی تو گشته. اگر ریشمونی آتا پات ناراضی باشه کو اول بیرش کردی خوبه. بیرش که اخلاقات جنت بده. اگر آتا پات حرمت کنی، زن تا حرمت کنی، اویلا محله حرمت کنی اخلاقات. اینا ریشتورا کاری کنه کی آدم‌ها شما نفرت نکنن. بیا که همینی در کار نه. شما هم خیلی رفتار همین خیلی خلق نجال شده. خدا خواهد انشاءالله بخیر یک جا خدا خواهد چیاش نترکه که گوه که من همین زیاد تایکات میارم. سلمان فارس بینید من برادر ما و شما سلمان ایمان آوردگی است. وقتی که ایمان آورد کل بود اومد پیش رسول الله ایمان آورد. من جا همیشه میگم بعد رسول الله گفتن که من غلام هستم محمد میتونم گفتن بیام با شما یک جا باشیم. یکی غلام گفتن صحابه پول پرداختن چند کیلو شد گفتن همنا برته و آزاد شد. بردن پیش خوجاینش پولا بردن. بعد خوجاینش گفت که فهمید که دمک این منبع داره. من یک شرط میگم گفت اگر 300 تا خرما شنونی 300 تا خرما شنونی گفت همون خرما فقط در یک سال یگان تاش خود نشود، یگان تاش خدا خواهد به میوه نمونه من ایمان میارم من تو آزاد میکنم. این گفت امری مهاره که گفتین گفت که درخت میشنه بعد ازش کاغ میشه گفت. و پیش رسول الله اومد گفتن که غمگین. گفتن سلمان برای چی غمگینی؟ گفتن همین خوجن همین شرطمون خفه نشه. گفتن همه صحابه یک تای خرما گرفتن 300 تا خرما. بینید پیغمبر علیه السلام هم اشتراک کرد محمد صلی الله علیه و سلم و یا کافتن محمد شنوند. این دوستاری بینید یک ایمان آردگی چه خرسان شد شنونده همون سال گل کردن یگان تاش قاق نشید سلمان آزاد کرد. بینید ما شما چنان شد که خدا خواهد شما دیده دیگه آدم ها حواس کنه که کاش که منم هم یک نماز خون شو، کاش که منم همین آدم ها خدا خواهد شو نگه که بیزار شد. ما این اخلاق نخوب کنیم. پیامبر که بهترین انسان همان انسان است که اخلاق خوب داره، رفتار و گفتاری خوب داره. محمد بین احتیاجش میگم دعا میکنیم. پیامبر اسلام وقتی که وفات کرد از دنیا گذشتن 3 روز شداد. ابوبکر صدیق پیش عایشه مادر مدام تا که عایشه همین یک کار گفت که محمد فقط خودش کنه. گفتن نمیتونی. میتونم گفت. در گفت بازار گفت یک یهودی کمپین است گفت دشمنی گفت محمد ای لیکن محمد هر روز افقاد کرده برده گفت میتیش نخورونش گفت شد گفت ابوبکر افقاد کرد میگه برفت که بیچاره کمپین 3 روز شده هم مجاش افلاس تاز دست کرد. بعد میگه افقاد دادم. بعد گفت که میدانی گفت همون آدمی که هر روز افقاد من هوا هستم و تو نیستی گفت. و یکمش بوی خوش داشت، دویم اوقات من ملایم کرده میداد تو سخت کرده دادی. گفت که محمد بود کنیز گفت محمد 3 روز شد داد گفت کمپین. بینید چنان معامله اسلام کاری کنه که خدا دیگر رو ایمان بیارن، کاری کنه که خدا مردم تعجب کنه ای نماز خونه ای عبادت کنه دل بزن نشون خدا خواهد انشاءالله. درباره شرط های ایمان شرطی انشاءالله شرط دارد. 2 شرط دارد ایمان. اساسش الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ایمان اقرار کردن است
به زبان و تصدیق کردن است به دل. یعنی الله چیه؟ یگانگیشونه. ما باید 7 چیز ایمان بیاریم: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شر من الله تعالی و البعث بعد الموت. یکم الله بودگیشونه، دویم تمام فرشته هانده، 124,000 زیاده پیغمبرنده، 104 تا کتاب ایمان بیاریم. روز قیامت البته برپاشیدنش حق است. تقدیر نیکی بعدی از خدا است، هرچی نیکی بعدی به سرت می آید و بعدی مردن زنده شدن حق و راست است.